که حالت را گرفتند. آخ ناز نفست. تو بلژیک دیپلماتت را گرفتند. آخ چنان در می رود جان از وجودت، تو گویی که دماغت را گرفتن. کاش خودمون از اول طلبکار میشدیم. آقای دکتر میگفتیم این اسدالله اسدی اطلاعاتی مشنگ ربطی به ما نداره، سر خود کار کرده، هر کاری میخواین باهاش بکنین. من درخواست اشد مجازات براش دارم. لابد قضاییه بلژیک هم میگفت غروب ادبتونم، بفرمایید دست ایشونو بگیرین ببرین خودتون تربیتش کنین از اول. بالاخره از این وضعیت ضایعی که الان توش گیر افتادیم که بهتر بود هم چوب خوردیم، هم پیاز و هم 100 تومن رو دادیم. مگه تو بقیه جا از این حرفا نزدیم که همه مسخرمون کردن؟ این یکی هم روش مگه نگفتیم مقام اوضاع فتوا داده بمب اتمی حرومه، پس دیگه نمیخواد آژانس دنبال رد بمب بگرده؟ خوبه که خودت هم مثالش هم بلدی. ناکس من کسی اونجا کشک ما رو حرفمون کرد. بعدیش اینه که آخه این مشنگه رو بدجوری با بمب گرفتن، جای جا خالی واسه خودش نذاشته. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادو، عرض میکردم بله میفهمودن شوته چراغ قرمز رد کرد، پلیس بچشو گرفت، گفت سرکار ننویس، جان مادرت ننویس، ارواح پدرت ننویس. والا ندیدم. افسر گفت ناکس چراغ قرمز به این گندگی رو ندیدی؟ گفت چرا دیدم، تو رو ندیدم. روشن شد بیام چی بزنم که بری دنبال چراغ قرمز. آقای دکتر حالا شما به عنوان استراتژیست نظام 4 تا از این راهنمودا به اینا بدین که از این وضعیت فلاکتبار ناامیدی و بریدگی خارج بشن. اولا کار از این کارا گذشته، دومادش گیرم من راهنمود دادم کو اون صاحب شعوری که بره اجرا بکنه، بیشتر خرابش میکنم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رانندگی میکرد، دید تابلو زده قبل از ورود به تونل چراغ‌ها رو روشن کنید. گفت آخه من بدبخت از کجا بدونم چراغ‌های تونل از کجا روشن میشن؟ بعدم پیاده شد دنبال کلید چراغ‌های تونل میگشت. روشن شد یا برفرستمت که تو تونل تاریک دنبال چراغ بگردی باز خونه. آیا دکتر بدون فوت وقت میرم سر سوال بعدی. برو ببینی. یه نامه داریم از حسین سلامی فرمانده مزخرف سپاه. میگه حسین سلامی فرمانده سپاه مزخرف میگه. من که هنوز نخوندم. این روشو بهش میگن روش مکارم شیرازی. یه بار زنگ زدم دفترش، یکی گوشی رو برداشت گفت جوابتون حرام است. گفتم من که هنوز سوالمو نپرسیدم. گفت خودشون چند دقیقه نیستن، رفته برگرده به من سپرده، تو فعلا حروم کن تا من برگردم. آی دکتر حالا نامه رو بخونم شاید هنوز حروم نشده باشه. آی دکتر در حالی که از همه طرف صداهایی شنیده میشه که سپاه باید منحل بشه، سلامی نامه داده گفته من میخوام تون قرارگاه درست کنم، قرارگاه ضد کرونا، ضد گرانی، ضد هر چی بگین، فقط قرارگاه درست کنم. اسم مریضیش خود مرسی هیکل، مرسی عقل کل، مرسی زبل بینیه. میدونم خیلی هم شدید آی دکتر. آره تو هر زمینه‌ای که بخوای جوابتو میده، کم نمیاره، چون کم و جای دیگه آورده. یه مزخرفی میگه تا بخوای ببینی چی گفت یک مزخرف گنده ترم رو میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت نمایندگی خودرو، گفت این فرمون ماشین من صدا میده چه کار کنم؟ فقط گفت صدای ضبطتو زیاد کن. ولی بهت بگم علت وجب جای سلامی همش همون مریضی مشنگیش نیست، از یه جایی بدجور خورده که داره اینطوری بالا پایین میپره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن قهرمان آکروبات دنیا رفت تو بازار مسگرا، دید یکی پرید رو هوا 5 تا پشتک بارو زد اومد پایین، یارو کف کرد رفت پیش مسگره گفت آقا من بهت $5000 میدم این تکنیکو یادم بده. یارو گفت برو بابا دلت خوشه، $5000 چیه؟ $50000 بدی من دیگه با چکش نمیزنم رو ناخونش شستم. آیا دکتر یه بار با همین سلامی مشنگ همون موقع که اون در قابلمه کرونایا با دست گرفته بود و این طرف اون طرف میچرخید مصاحبه کردم. گفتم کی به بهره برداری میرسه؟ گفت امسال. گفتم چه ماهی؟ گفت وای مرسی تو هم خیلی ماهی. البته در مورد تو درست گفته ها که خیلی ماهی، ولی خب مشنگی اون به جای خودش. شرمنده کلام زیباتون، انرژی گرفتم برای 10 تا برنامه دکتر. آفرین، به این میگن که قدرت کلام، یعنی آدم ها همینجوری حال میاره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله
میفرمودن که پیرمرده رفت داروخونه واسه درد مفاصلش دارو بگیره. داروخونه چی بهش گفت؟ به به آقا پسر مرسی هیکل، بفرمایید. پیرمرده فوری کمر رو راست کرد، سینه رو داد جلو، گفت پماد ضد پشه میخواستم واسه راهپیمایی‌های طولانی تو جنگل. میخوام بهت بگم که قدرت کلمات اینطوری آدمو حال میاره. بله الان هم با این مقایسه که با پیرمرد کردین، با این قدرت کلمات زدین این مجری رو درب و داغون کرد. میرم سر سوال بعدی. مقام عظما همیشه سر موضوعات اساسی سکوت میکنن. بالاخره سر تعطیل نکردن به خاطر کرونا چه موضعی داره؟ حاجی روحانی رو تایید میکنه، رد میکنه، هیچ کدوم. این همه حرف مفت تو نظام زده میشه، این یکی هم بذاره روش، ولی بسیجی سیل خورده رو اینطوری ویرون و سیلون نکنه. یه چیزی بگه دیگه. ناکس تو زیر ظاهر احترام داری حرفت اینه، میگی که یه زری بزنه عین زرای بقیه. ولی موبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمدن تو مهمونی صاحب خونه بکن، مهمونه گفت یه دهن آواز بخون دلمون واز شه. مهمونه گفت دیر وقت همسایات ممکنه ناراحت بشن، یه چیزی بهتون بگن. صاحب خونه گفت نه بابا اونام سگشون تا صبح واق واق میکنه، ما هیچی نمیگی. آیه دکتر این همه مناقشات منطقی و غیر منطقی و اینا هست، چرا محض نمونه اقلا تو یکی طرف نظام رو نمیگیره؟ خدا رو خوش نمیاد این عظمای بدبخت یه موقع تو همه این کشورها نوشه داشته. آخه کشکی بادمجون رو برات مثال بزنم تا روشن شه. کشکی بادمجون دوست داری؟ بله خیلی، از همه غذاهای دنیا بیشتر. اگه یه ظرف کشکی بادمجون اینجا باشه، یه ظرف هم گوشت آهوی بریون باشه، تو چه کار میکنی؟ با کله میرم سراغ آهوی بریون. کشک و بادمجون دوست دارم ولی خر که نیستم آهو بریون رو ول کنم. خب وقتی یه مجری بی بهره از استراتژی اینو میفهمه، فکر کردی بقیه تو منطقه مشنگن که همه رو ول کنن بیان نظام؟ مقام عظما خوشتیپه یا خوب تار میزنه؟ کاش خوب تار بزنه، چون تو تیپ که شانسی نداره. ولی آی دکتر این حرف شما قبل از اینکه فک مقام عظما رو زده باشه توهین به منه. چطور مگه؟ خودم تو فیلم پدرخونده دیدم که گفت مهم نیست اونا پشت سر من چی گفتن، مهم اینه که چرا اینقدر پیش تو راحت بودن که پشت سر من حرف بزنن. شما این حرفا رو جلو من داری میزنی من حرفا رو میزنم ولی تو خودت داری به مقام آخه عظما مقام عظما رو کردی این وسط فقط یه پشت پدرخوانده نخورد.